بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام خدمت تمام هموطنان عزیز در داخل خارج کشور. امید است خوب بوده و از گزند روزگار در پناه ایزدمنان باشد. در قدم نخست جا دارد از شما عزیزان سپاسگزاری نماییم. موضوعاتی که در صفحه به نشر میرسد شما عزیزان دائما کامنت میمانین، پیام میگذارین و پست‌ها را لایک میکنین. خیلی ما را تشویق و ترغیب میکنه تا نشریات مفید داشته باشیم. یک گیتی سپاس از تمام شما عزیزان. در قدم دوم تعداد از دوستان عزیز خواهان معلومات در مورد طی مراحل نکاحت شرعی شدن و ما خواستیم یک ویدیو جدید ترتیب نموده این موضوع را با شما عزیزان شریک بسازیم. در ابتدا در شهر کابل 6 محکمه وثایق وجود دارد که شما عزیزان میتونین چندین ناحیه مربوط یک حوزه میشه و محاکم وثایق مراجعه کنین. منتها شرایط مراجعهش چگونه است، تمام موضوع را به شما عزیزان از ابتدا تا انتهایش و طی مراحلی که صورت میگیره به شما بیان میکنیم. در مرحله اول شما وقتی به محاکم وثایق مراجعه میکنین باید کتابچه صفایی و بل برق در صورتی که به اسم پدرتان باشه، پدرکلانتان یا خانه به نام خودتان باشه باید با شما باشه. در صورت نبود این موضوع، اگر شما در کدام خانه کرایی زندگی میکنین یا کدام آپارتمان گروی زندگی میکنین باید قرارداد خط راهنما نزد شما باشه و روزی که شما به محکمه مراجعه میکنین قبل از مراجعه به داخل محکمه در بیرون عریضه تان نوشته میکنین. در جریان عریضه نوشتنتان باید کاپی تذکرهایتان باشه همراهتان، از خودتان، از خانمتان، از فرزندانتان و در صورتی که فرزندانتان تذکره نداشته باشند متولد کارت نزدتان باشه. عریضه را که نوشته میکنین وقتی داخل محکمه شدین نوبتتان رسید از طرف محاکم فوق که در ناحیه مربوطش میشدین احکام صورت میگیره و مرحله بعدیش شما مراجعه میکنین به نزد امام مسجدتان تا از جریان بودن در نکاحتان یا به اصطلاح آن بگویم از تاریخ نکاحتان یک تصدیق کنه که بله اینمی نکاح به تاریخ صورت گرفته. امام مسجدتان یک امضا میکنه. بعدا می به منطقه‌ای که زندگی میکنین هر ناحیه‌ای که بودین نزد 3 نفر همسایه مراجعه میکنین. اونا یا امضا میکنن یا شخص میمونن. بعدا نزد وکیل گذر و مرحله بعدیش به اون ناحیه مربوطه تان مراجعه میکنین. بعد از تکمیل فرم دورانی دوباره به محکمه وثایق میرین. وقتی که به محکمه وثایق دوباره مراجعه کردین مرحله بعدی با شما در عریضه تان تاریخ مراجعه دوباره را نوشته میکنه که شما مثلا در 16 اقرب به محکمه مراجعه کردین و شما تاریخ میته 20 اقرب دوباره مراجعه کنین و زمانی که شما میخواین دوباره مراجعه کنین روز مراجعه تذکره خودتان و تذکره خانمتان همراهتان باشه، تذکره اصلی. و در صورتی که طفل نداشته باشین باید یکی از شهود از اقارب خانمتان باشه، یا پدرش یا برادرش یا مامایش یا کاکایش یا بچه کاکایش. همین افراد باید باشه. در غیر صورت باز محاکم از شاهدایتان اقراری وقتی که اقرار صورت بگیره شهودتان قبول نمیکنه. با خاطر بهتر است که این افراد با شما باشه و بعد از اینکه اقرار صورت گرفت دوباره شصتای موضوعاتی که کارهای اداری از پیش شما هست شد شما را تاریخ مراجعه دوباره به خاطر عقد نکاحت میدن. بعد از شما
مثلا تاریخ 20 شما وقتی مراجعه نکاحتتان بود و شما تاریخ 26 میگه که به نکاحتتان از محکمه اخذ کنید و روز که میره به خاطر گرفتن نکاحت بازم تذکره اصلیتان پیشتان باشه و نکاحت وقتی که میگیرین در صورتی که کدام سفر داشته باشین برین به دارالترجمه ها در شهر کابل وجود دارد و یک دارالترجمه معتبر نکاحتتان ترجمه میکنین. بعد از او به قضای دولت مراجعه میکنین و قضای دولت از شما نکاحتتان میگیره، یک رسید خط به شما میده که شما 2 روز بعد یا 1 روز بعد مراجعه کنین. پس دوباره شما میرین به قضای دولت بر تاریخی که به شما گفت نکاحتتان تسلیم میشه در صورتی که در ترجمهش کدام مشکل وجود نداشته باشه و میمانه مرحله بعدی موضوع وزارت خارجه. نوبت وزارت خارجه که رسید در صورتی که شما گفتم سفر داشته باشین میتونین که نکاحتتان ترجمه کنین. در صورتی که سفر نداشته باشین اگر نکاحت ترجمه میکنین یک میاد داره در کشور 6 ماه در کشور 1 سال بعد از او باز قابل چالش نیست. به این منظور اگر سفر ندارین ترجمه نکنین، مصرفتان میشه تقریبا 1600 افغانی است. وزارت خارجه از طریق افغان پست از شما میگیره. بعد از این نکاحتتان راجع میسازه به وزارت خارجه و بعد از طی مراحلش از وزارت خارجه دوباره میرین نکاحتتان تسلیم میشه. دیگه این بود جزئیات گرفتن نکاحت شرعی که همراه شما عزیزان شریک ساختیم. باز هم سوال، پیشنهاد، انتقادی بود ما در خدمتتان قرار داریم و موضوعاتی را که در صفحه نشر میکنیم به خاطر روشنگری و به خاطری است که دوستا از مسائلی که می باشه آگاهی داشته باشند. سلامت و موفق باشید.